چطوره؟ سلام. با یه ویدیو اومدیم چقدرشم بیرون بخوامه عمرش از 0 تومن تا 2 تومن. خب باید چیکار کنه؟ یه کاری کنه دیگه 2 میلیون در بیاره. از ساعت 1 الی 10 شب باید تلاششو بکنه که 2 میلیون به دست بیاره. خیلی چالش سختیه واقعا نمیدونم چرا میخواد چیکار کنه. صفر یعنی من پولی نمیدی میتونی بیشترم قرض یعنی کنی. چی 2 تومنه؟ بیشتر تو چیکار داری؟ نمیتونی. تو میخوای من 2 میلیون پول در بیارم؟ من اصلا 20 میلیون قرض میگیرم 2 میلیون به تو پول این میدم. فولیه. اصلا یعنی چی؟ 2 میلیون ماکسیموش. من به تو شما به من میگی که قرار باید رو 2 میلیون پول در بیاری. تو دیگه با بقیه کاراش چیکار داری؟ بچه‌ها خب طرف 20 میلیون بگیره 2 میلیون در بیاره. 2 میلیون بگیره که 4 میلیون در بیاره. بعد نشون بده که چیکار می‌خوای کنی. می‌خوای بری گدایی کنی؟ اونو خودم میدونم دیگه. چیکار می‌خوای کنی؟ فکر می‌کنم الان تو که من شب بیرون نمی‌ذاری. شب بیرون میخوابه. گل به شرف میدم شب بیرون میخوابه. اگر نتونم انجام بدم منو که بیرون نمی‌ذاری بمونم. درسته؟ چون ممکنه من تو چالش شب بیرون خوابیده. ممکنه تو چالش بعدی جبران کنم. چیکار داری می‌کنی؟ یه تصمیمای زیبایی گرفتم. وقتم هم داره میره. وقتم از 1 استارتو میزنیم تا الان داره غلطی بکنم فکر میکنه. خب ببینیم که چیکار میکنه. ببینیم از کی میخواد قرض بگیری ها؟ سوری خانم از خانمم قرض میگیرم. بیرم الان راضیش کنم. الان راضی کردم پول نده. آقا من تصمیم گرفتم که مرغ بپزم. زرش پول با مرغ میپزم و این ساندویچ می‌خواستم بپزم دیگه. گفتم که یخ میکنه فلان بسان اینا. بعد برم وسایل سریع بخرم و بیام یه 20 پرس فکر کنم باید مرغ بپزم. کارم خیلی زیاده. شما هم نیستید کمکم کنید. آقا مهمون داریم. اونا چی ان دستت؟ وقت ندارم. برو کنارم می‌ری پدرم در اومد. اونا چی ان دستت؟ هیچی که پول در نیاوردم. هیچ 2 میلیون و 226 هزار تومان الان منفیه. زرش پلو با مرغ. زرش پلو با مرغ کنی. چیکار داری می‌کنی؟ آقا من حساب کردم هر پرس واسه من 101,200 تومان میفته. من اگه بتونم همش رو بفروشم میشه 4 میلیون و 600. الان ترنده امسال قوز دماغ ترنده. 4 میلیون و 620 هزار تومان پول در میارم. یعنی چی؟ یعنی 2 میلیون و 226 هزار تومان خرج کردم بفروشم 4 میلیون و 620 هزار تومان پول در میارم. پرسی 200 تومان میدم. آب مدنی هم 10 تومان. خوبه. عالیه. بریم تو کار پخت و پز. از مرغا نگرانی ندارم. یعنی مرغو قشنگ فول آماده میکنم. یه مقدار برنج، چون برنج فجر گرفتم نپختم تا حالا فکرم سر اون خرابه و من واسه برنج نیاز به کمک دارم. من کمکی نمیدم. چرا؟ نه شما نه. من میرم. از شما کمک نمیخوام. خداش. برنجو چون خراب بشه بیچاره میشم. من پولم قرض گرفتم پول مردم رو باید بدم. برنجو من زنگ بزنم مامانم بیاد برنجو کمک کنه. چه جواب نمیده. سلام عزیزم. چطوری؟ خوبی؟ قربانت سلام. کردی؟ خوبی؟ تا نماز بخونم. اچھا نمیشه. آقا من نیاز به کمک تو دارم 2 ساعت. چی بگی؟ 2 ساعت نیاز به کمکت دارم. آره. من دارم میرم دنبال مامان. برنج آماده کنیم و انشالله یواشاش برم کنار خیابون. وقتم کم دارم. من میترسم وقت کم بیارم تا 10 شب نتونم بفروشم بیچاره بشم. مامان با قابلمه‌اش اومد. قابلمه 20 سفره نداشتم. گفتم برام آورد. سلام فرشته نجات من. خوبی؟ دست در نخوره. کار نداشتی که؟ دست در نخوره. بریم که خیلی کار داریم. تا 2 آماده میشه. انشالله دیگه. بریم. برنجم برنج ایرانیه. برنج فجر کیلو دیگه 70 تن دادم به برنج. ببینید شما دیگه من برنج 3 کیلو نیم برای 22 نفر. برای همین گفتم مامان بیاد. من نامصب غذا میگم تعداد بالا گذاشتم. خب ولی همیشه سر برنج ترس دارم. این 2 تا دونه رو ول. بابا پول دادم براشون. سر برنج ترس دارم. میترسم برنج ری نکشه. میدونید ری نکشه. یه هم مثلا میبینی یکی برنج از 1 کیلو
فقط برای 4 نفر در میاره. یکی که بلده میاره همون 1 کیلو برنج رو برای 6-7 نفر برنج در میاره و این خیلی مهمه. برای همین سر برنج من ریسک نمی کنم و میگم مامان جون میاد برام میپزه، ولی مرغ میپزم باقلوا خوشمزه. خب بچه ها نگاه کنید کارو بگی چه خوشگلن اینا. بده من بخورم. خودم دلم میخواد ولی نمیتونم بخورم چون باید بفروشمشون. بریم برنج رو ببینیم. برنج بکشیم بریزیم. هنوز برنجی ریخته نشد. تو تایم ندارم، من نهار رو از دست دادم. بچه ساعت الان فکر کنم 2. من نهار رو از دست دادم. منظورم شام ببرم بفروشم دیگه. خب آقا بسر کجا داری میری؟ 2 تا پرس سفارش گرفتم دارم میبرم. بابا خیلی مگه ذوق میشه؟ دارم. بله آقا شروع نشده. ما شروع نکرده سفارششون رو گرفتیم یه نفرم داره آقا، میخوره. حالا شروع 3 پرس نشده. گرفتم. چیه کم آوردی ها؟ آقا فقط نمیدونستم این میتونه. آقا جان کجا داریم میریم؟ چی شده؟ از اون جایی که من حساب کردم با موتور ما غذا رو ببریم یخ میکنه و مشتری ناراضی میشه، رفتیم ماشین آبجو قرض گرفتیم. بله. و الان میریم توی یه جای پر رفت آمد و مسافرخور. کجا؟ میریم دور میدون تمدن دست در نکنه. میفروشیم هرچند که اصلا نیاز به این کارا نیست. من الان بچه‌ها همه رو فروخت. اینستاگرام استوری دارن خیلی غذا عجیبه. میخوان. همه رو نفروختم ولی خب میخوام یه مقدار بیشتر زحمت بکشم براش. خیلی بریم شکر. کنار خیابون بفروشیم و فکرش هم نمی‌کردی پسرم که این اتفاق بیفته. ساعت شد نه تایم ندارم، ساعت 20 دقیقه به 5 تازه داریم میریم کنار خیابون. بله. خیلی دیر شد، یعنی باید زودتر اقدام می‌کردیم. گرم زرش پلوی بله. خوش، من خودم نخوردم. واقعا زرش باش خوشمزه بود. خودم یه دونه خوردم. فروختم به ایشون. آره قشنگ خیلی هم داریم میریم. ما بیلا لیلی حالا دوست دارم خیلی. آقا بس غذا رو بیار. این چیه؟ ها؟ غذا خالگی پرسیدیم ساخت. بعد تقیه بده. چطوره؟ اینا می‌ذاریم. نه نه نگه میدارم بابا نمیگیرن اونطوری. اینطوری بهتره. غذا رو بیرون نیارم. بیشتره. نه غذا رو سرد. بکنم بیرون نیاره بهتره. الان اینجا داره ماشین رد میشه. غذا خونگی تو نمیتونی بفروشی. چرا انقدر داری تلاش کنی؟ سرد میشه. دلم براش الان مردم هم گشنه. ببین نگاه کن بچه‌ها. غذا خونگی پرسی 200. دلم براش آقا واقعا ببر. میسوزه. تو رو خدا خیلی تلاش داره میکنه ولی شب زحمت بیرونه. کشیدم بشه خوشمزگی غذا پختم. غذا شب بیرون میخوابی. غذا. یکی بوق زد. غذا خونگی اچھا شب بیرون میخوابه. خونگی شب پرسی بیرون 200. میخوابه. شب بیرون میخوابه. جای مناسبی نبود. من 5 دقیقه که واسطادم آره. فهمیدم جای مناسبی نیست اونجا. بریم یه جای مناسبتر و من نیم ساعته همه غذا رو بفروشم. واسه فردا من سفارش میگیرم تازه. اصلا چرت و پرت. اینجا پیاز و بیوجات میفروشن. اینورم ادویجات اگه بخواید نگاه کنیم. نگاه کنید اصلا مردم کارشونه میان این خیابون و فهم میکنن دیگه. آقا غذا خانگی پرسید 200 مردم قشنگ میبینن دیگه. اگه بخواد بخرن اینجا باید بخرن چون بچه ماها نگاه کنید. این آقا پرسی چرا هیچکی 200 نمیخره؟ پیر شد. غذای گرم خونه نمیدونم مشکلش چیه. بچه نگاه کنید غذا خانگی پرسید 200. بیا ببر. نمیدونم. غذا خونگی 200. نه چرا بابا نمی‌خری؟ نه کارو بابا نکن. نه غذا دوش خونگی. زفت میگن. آقا جان نمیشه غذا، فعلا غذا، واسطیم غذا. تا ببینیم چی میشه. بریم یه جا دیگه من بفروشیم. بهش میگم بریم که جاده قیدار یا پارک پردیس. حالا ببینیم که چی میشه. بریم جلوی پارک ببینیم. کجا قراره بریم؟ پارک خیلی فکر کنم بیشتره. تایم نداریم. منم بله. هیچی نفروختم متاسفانه. بچه میریم پارک احتمال زیاد که بفروشیم چون اونجا مردم رد میشن نگاه میکنن قشنگ معلوم میشه. ما بریم حاج آقا غذا خونگی دارم اگه بخوای. نه بچه اینطوری فایده نداره. کاسبای این خانومم نمیگیره به نظره. بذار برم ببینم. نه نه از این که نمیگیرم. یه برم خیابون ببینیم اونجا. بریم ببینیم این بچه ها که نه کاسبای چیز هنوز وقت شام نشده.
بچه یکی دیگه فروختیم. دو تا دیگه فروختم. دو تا؟ دو تا دیگه هم رفت. میتونم میبریم ما زنگ زدن. پیش رایگان داریم در به منزل آره. میبریم من خودش من فعلا ذوق دارم. آقا زنگ زدن گفتن یه دونه بیاریم. دو تا بیارید. من چرا یادم دو تا رفت. فروختم. بریم دو تا بیاریم و به دو تا بفروشم بابا. دو تا وای بیاریم. داریم چیکار چیه؟ میکنم؟ چی میگی؟ دو تا بفروشیم و بیاریم بابا. آقا یکی دیگه هم زنگ زد سفارش گرفتم. گفتش که بیاید برام عمم گرفت. بله یه پرسی فروختیم. خدایا سپرس تا شکر. الان بریم سفارش ها رو تحویل به مردم بدیم. بریم رسیدیم کجا؟ برم تحویل بدم سفارش آقا برو مردم. تحویل بده. خب چرا برگشت؟ چی میخوای؟ زنگ بزنم بیان نمیدن. فروخت آمد. یه دو تا سفارش گرفتم. دو تا از یکی از بچه ها میخواست اونجا همسایه مغازه‌دار میخواست برای دو تا دیگه هم گفت یکم باید بیار برام گوشتش نیست. یکی از بچه ها میخواست زنگ بزنم اینم انا میبرم براش نه. خب دو تا دیگه هم گرفت. یا بدنی هم فروختم. فروختیم فکر کنم داره بریم ببینیم چی میشه. این از اون شکم نمیدونم بگه آره یا نه. بعدم چجوری باش حرف بزنم ببینیم الان میگه غذا یادت نیست من فست فود آره غذا میفروختیم به این. راست میگه بفرما. اشتباه گرفتم خداحافظ. ببین مغز که نداره همینه. نه شمارش عوض کرده مهران پیرجانی. اینه مغز نداره همینه. تلفن دارم. 50 22. الو مهران سلام. سلام خوبی؟ چطوری خوبی؟ گشنه ای؟ چطور؟ غذا خونگی دارم میفروشم زرش پلو با مرغ بهترین غذا 200 تومن. دست خوش. الان آجی من تازه نهار خوردم اومدم. میارم برات. کی بیارم؟ من سرویس رایگان میارم دم مغازه. اوکی. فردا زنگ بزنم اوکی. فردا نه امشب من باید بفروشم. یه ساعت دیگه برات یه پرس میارم. خب باشه. تونستی بازم مشتری پیدا کن برام. باشه چشم. خداحافظ. یکی دیگه یا مولا. شایان سلام. چطوری خوبی؟ گشنه نیستی؟ گشنه غذا نمیخوای؟ نه. بابا غذا خونگی دارم میفروشم میخری؟ الان بیارم برای دم خونتون. جان؟ کی؟ زرش پلو با مرغ خیلی خوشمزه است. خودم پختم. آره خیلی خوشمزه گرمم هست. بیارم؟ آره من دارم در میام بیرون. من 3 دقیقه دیگه جلوی درتونم میارم تحویلت میدم. گلم چند تا میخوای؟ یه پرساله بیا. اومدم خداحافظ. بابا جان ما بیلا کار داری؟ دوستی دیگر بخیری. فروختیم آقا یکی دیگه رفت پولشو بیاره. این دید خیلی خوبه گفت 2 تا بده. دایی الان من غذا میفروشم بهش. دایی آدم اون شکمو. سلام دایی چطوری؟ سلام خوبی؟ شام خوردی گشنه نیستی؟ گشنه نیستی؟ آره. من غذا خونگی پختم دارم میفروشم. میخوای چند تا دارم؟ زرش پلو با مرغ گرم خوشمزه دستپخت خودمه. میرم مسجد من یه پیشه رو زنگ میزنم به مسجد من باشه بزنم. میام جلوی مسجد یه رب دیگه. باشه یه رب دیگه میام جلوی مسجد. خداحافظ. بهزاد یکی دیگه برد. بچه 8 تا دیگه هم تو خونه مونده. مشتری گرفتیم. مامان بزرگت رحم نکردید داره دیگه مجبورم. مامان بزرگش بفروشه. مجبورم میفهمی؟ خواندم فروختم. عزیز جون مامانی جون. آره پولش کم میاد. مامانی جون کجایی؟ مامانی عاشق دستپخت منه خودت میدونی. آره. بچه‌ها فعلا خیلی فروختیم. فقط فامیلامون بودن. مگه این حجم از فامیل خریدار میشه؟ چرا نمیشه؟ ولی واقعا دستپختای من خوشمزه همشون دستپخته بابامون دوست دارن. بله خوبی هم نیست. غذای سالم دارم تحویل به مشتری میدم. بچه ببینید با این رفتار و چهره خیلی فروخته. چی کار داری میکنی؟ ها؟ یه دونه فروختی؟ تا الان 10 تا فروختی بابساد. آقا بریم بیر. فروخته
داره میره سراغ بعدی. نمیدونم واقعا بتونه که بفروشه این کارش ندارم شب اشاره که منو ببخشه چون چالش هایی داریم در مورد منه و منم باید تو شرکت کنم. تو اینم شرکت کردم. به اون یکی فروختی؟ این کپه زنگ بزنم زنم ببینم شام گذاشته. بچه ها اصلا فایده نمیکنه. بریم یکی دیگه فروخت. بریم یکی دیگه غذا بدیم بیام. غذاش. خداحافظ. آقا جان خبر خوب یا خبر بد؟ داریم میریم خونه. چند تا برنج مونده. برنجا رو بیارم بذاریم پشت. حالا که خب همه رو میاریم هوا تو سرده برنجا سرد میشه. رفتیم یه چند تا بکشیم بیاریم. کلا 7 فرس میمونه دیگه. 7 فرس سفارش ها 7 میمونه. فرس 4 تا که داری؟ نه 7 فرس. 7 فرس میمونه آره. میریم 7 فرس هم کنار خیابون چون شبه احتمال زیاد بخرن. چی کار داری میکنی باز؟ 5 فرس هم مونده 3 ساعت هم وقت دارم. 5 مزاحم من فرسش. نشو دارم میفروشم. 5 فرسش. اومدم مغازه دوستم میفروشم بقیه رو. غذا خونگی 200 بیا ببر. مغازه دوستش بله. بیا ببر بابا الان که دیگه من گشته شده باشن. الان گشنم. بری خونه تخم مرغ میخوری. غذا خونگی 200. بله. 200 تومن غذا خونه. غذا خونگی پرسی 200. بابا بیا الان میخوای بری تازه. آقا بسازم. تازه الان میخواد بره طرف گوشت رو از فریزر در بیاره آب بشه نشه بار بذاره که این غذا آماده بشه شوهره میخواد قور بزنه بچه قور بزنه نمیدونم من گشتمه فلان غذای گرم دارم میدم 200 تومن پرسی بیا ببر غذای والا من به فکر مردمم وگرنه به من چه سودی داره من فکری که میکنم این داره دنبال ماشین میفته. همین الان ماشین داشت رفت میشد. غذا خونگی 200 همینطوره ماشین 200 تومن آج آقا غذا خونگی بابا نیافت تو زد بغل زد نه این مشتری نیست مشتری نه نمیشه مشتری نه بابا باز اوه اینو میخره این میخره اصلا نرقص ماشین آقا بسا داری چیکار میکنی؟ دنبال مشتری اینو شطرنجی میکنه الو فردین سلام شبتون بخیر وقتی با آقا فردین کار داشتم شماره دیگه نداری بچه ای وای یکی دیگه زنگ زد آها شماره خودش ببخش من مزاحم شدم قبلا شماره فردین بود آخه رفیقش هم میخواید اس ام اس بکنید باشه دستتون نده حالا منتظرم مرسی غذا مونده دستم مرسی خلاص جان دیگه سلام تمام شد واقعا خسته شدیم پدرمون در اومد و تمام کامیار داداش که یه داری در میزنی بابا پدر باز چنده پدرمو در ساعت آوردی چنده ساعتی رو شو بده نگاه کنید بچه ها ساعت نمیذارمت خونه نفروختی آقا تموم شد آقا تموم شد فروختم استاد فروختی باز کن رو بیا تو خدا فروختم بیا تو بزرگ کنید رقص شادی برم بیشتره من؟ رقص پیروزی برم سوتو برو بچه ها تونست شب بیرون نمیخوابی آخرش 5 دقیقه شب بیرون نمیخوابی شب بیرون نمیخوابی پس ما تو این قسمت به بچه ها میشه پول در آورد خیلی اطلاعات دادیم به بچه ها مثلا یاد گرفتیم فروش کنار خیابون یاد گرفتیم داخل ویدیو چی یاد گرفتیم فروش کنار خیابون یاد گرفتیم ارتباط با مشتری رو یاد گرفتیم بله ارتباط چی داشت قبر رو در بیاد بزن تو باشه مهم اینه که فروختم آره چرا خورده آقا موفق شدیم یه سو دیگه برو تمام کنی ویدیو رو بای